همه دکترها ناامیدمون کردن حقیقتش. یکی میگه ممکن تکلمش از دست بده، دستش کم کار بشه. به خوش اومدی. مرسی عزیزم، خیلی ممنون. ماشاءالله چقدر سرت خوشگل جوش خورده. عالیه عمو، عالیه. دستتون در نکنه. سلام. خیلی خب، خدا رو شکر خوبه حالش. چقدر آرومه بچه. اصلا تشنج کرد، بعد امارای کردیم، یه زایه دیدیم توی قسمت پیشونی فرونتال چپ که زایه رو کامل در آوردیم. الان پاتولوژی یک گلایومای آنژیوسنتریک خشکی میگیره دیگه، یک اومده خوشبختانه. خیلی عالیه، عالیه. هیچ کاری نمیخواد، نه شیمی درمانی نه پرتو درمانی، هیچی نمیخواد. ما هم که همه چیز رو کامل در آوردیم و فقط باید تحت نظر باشه. تا یه مدتی باید داروی ضد تشنجش رو بخوره، تحت نظر باشه تا ببینیم چی میشه. باشه. بقیه‌هاش هم جذبی فعلا نمیخواد کشیده بشه. میفته بعد یه مدتی. سری بعد اومدی باید موهات اندازه آبجیت شده باشه. غذا بخوری خوب سری در بیاد. باشه؟ باشه عمو. آره قشنگ غذا میخوری؟ باریکلا.